دیروز خواهر من رفتش درمانگاه توس. خود درمانگاه خوبه ها، از حق نگذاریم، بچه‌هاش خوبن، آزمایشگاهش خوبه، همه چیش خوبه. یه مشکلی داشت، رفتش پیش دکتر زنان. حالا اگه خواستین دکتر زنان بعدم میگم. گفت از برخورد دکتر زنانه تا طلبکار بودنش و همه اینا رفته اونجا. خب این نسخه داشته، بعد میبرده اونجا بده به یارو، بعد بهش گفته که خیلی محترمانه بی زحمت اینا رو بنویسین و فلان و اینا. یه نسخه هم چت جی پی تی داده بوده بهش به خاطر مشکلاتش. شروع میشه مگه چت جی پی تی دکتره، مگه چت جی پی تی فلانه. بعد اینا تموم میشه، اینا هم میگه بله 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 که کارشونه. بعد مورد دومی که دکتر میرزا بنویس شما نیستش که هرچی شما میگی انجام بده. خواهر ما گفت من هیچی نگفتم، هیچی نگفتم. بعد این رفته و تستای پاپ اسمیر اینا انجام داده بود. بعد دکتر ازش پرسیده، گفته پاپ اسمیر دارین؟ بعد اینم گفته نه خانم دکتر، من نه پاپ اسمیر دارم، نه اچ پی وی دارم، نه هیچی. بعدش هم کلی بهش قور زده، نق زده، دقش داده تا این پاشده اومد خونه. برگشتش گفت یک جوری دکتر با من حرف زد انگار مجانی میخواست این کار انجام بده. 500 تومن که ویزیتش بود و یه جوری برخورد کرد انگار مثلا با نوکر باباش داره رفتار میکنه. بله این وضعیت دکترای مملکته که احساس میکنن طلب باباشون ازت دارن به خاطر خدمات. اوکی درس خوندی، دمت گرم، نمیگم نکردی، ولی دلیل نمیشه که با آدم‌ها جوری رفتار کنی که انگار نوکر باباتن.